سلام. سامانه صنعاتو چک کردی؟ سلام. آره تو چرا تا اینجا اومدی؟ آخه زنگ زدم جواب ندادی. خواستم بگم شنبه آخرین مهلت ها، نمیخوای نظرمون عوض کنی؟ همون دادگاه شعبه ستارخانه؟ آره. حله، فقط برگ آزمایشی یادت نره طلاقمون هی دوباره عقب بیفته. باش. محمد داداش چیزی بپرسم ناراحت نمیشی؟ میدونم میخوای چی بگیم. خوشگل، قشنگ، همه چی تمومه، همشو میدونم. آخه تو خودت هم وضعیت زیاد خوب نیست. بعد زن به این کاملی. اصلا به نظرت بعد این دختر و این نازی البته به چشم خواهری و بهت پا میده؟ تو زن نمیگیری که مردم بگن عجب دختری تور کرده، چه شانسی داره. تو زن میگیری شب آرامش داشته باشی، صبح با انگیزه بیدار شی، یه گوش از مشکلاتتو بگیره، چه میدونم قلب باش حرف میزنی آرومت کنه، نه اینکه یه جوری اعصابتو خورد کنه که حوصله هیچ کس و هیچ چیزی رو نداشته باشی. تو ایناشو دیدی؟ خب چرا با هم حرف نمیزنی؟ حرف زدیم زیاد، ولی فقط یه هفته است. بعدش دوباره برمیگرده به ذات خودش. به قول معروف میگن این دادگاه‌ها پر از آدمای خوشگل و خوش‌هیکلیه که همه آرزو دارن باهاش ازدواج کنن ولی دارن طلاق میگیرن. تو همیشه یه چیزی قبل از خوشگلی هست که کور میشی نمیبینی. رفتار که این نداشت. بچین برگشت.